سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. آقا همونطور که دیدید میخوایم اینو آموزش بدیم. این چراغ‌های پیکان، کسایی که پیکان دارن، آقا خداوکیلی، یه بار واسه همیشه نگاه کن. این دنده عقب، چراغ دنده عقب، اینم چراغ دنده عقب، رو به پایینه. خب این کاری نداره عوض کردنش، کلا چراغ نداره پیکان، فقط یه دونه تلقه. اینم فکر کنم 70-80 هزار تومان باشه. 3 تا پیچ داره، 4 گوش یا تخت. این 1، این 2، اینم 3. این 3 تا رو باز میکنی، این تلق میاد بیرون. لامپا اینجان، از داخل هیچ ربطی نداره، یه آهن مثل 141. این 3 تا رو باز میکنی، میندازی روش جدیده رو تمیزش میکنی. اگه کثیف باشه یا مثلا چراغ از این حالت اومده بیرون و وقتی تلق جدیدم میندازی باز کهنه، مثلا میبینی کهنه است، نگاه میکنی عشق نمیکنی. این قوطی زیرش و یه دونه پلاستیک که لامپا توشه، اونو باید یه اسپری نقره‌ای بکشی. این دیگه مشکل اینم حل میشه. اینم همونطور که گفتیم 1، 2، اینم 3 تا پیچ. اون طرف هم همینطور 3 تا پیچ رو باز میکنی، اینا رو میندازی بره، 2 تا دیگر رو میندازی. دنده عقب، چراغ دنده عقب پایینه، ببین 1، 2. اینو میبرن روی این نصب میکنن، دنده عقب میره بالا. اینم میبرن روی این نصب میکنن، دنده عقب میره بالا. خب 6 تا پیچ مرد حسابی، این ور اون ورش کن و سلام. آقا اینم از یه آموزش خیلی ساده، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. فقط اگه دیدید مثل این خوشگل نیست و نورش کمه و چه میدونم این داستانا، زیرش یه دونه پلاستیکه که باکس چراغ، خلاصه نور میده. اون لامپا تو اونجاست. لامپا رو در میاری، یه دونه اسپری میگیری روش، اسپری رنگ نقره‌ای. و سلام، تموم. دمتون گرم، خدا حافظ.